ایلان ماسک در 28 ژوئن 1971 در آفریقای جنوبی به دنیا اومد. والدینش در سال 1979 از هم جدا شدند. ایلان در دوران کودکی و نوجوانی با مشکلاتی مثل آزار و اذیت همکلاسی‌ها مواجهه بود و حتی یه بار به همین خاطر در بیمارستان بستری شد. خلاصه که اون موقع زندگی خوبی نداشت، ولی الان ثروتمندترین فرد دنیاست. میگن آدم توی محدودیت‌ها ستاره میشه. اون در سن 12 سالگی با فروش بازی ویدیویی به نام بلستر که شخصاً اون رو طراحی کرده بود، اولین $500 زندگیش رو به دست آورد. ایلان ماسک با تأسیس شرکت‌هایی مثل تسلا، زیپ و چندین شرکت دیگه نقش مهمی توی پیشرفت فناوری داشته. امروزه ایلان ماسک به عنوان یکی از تأثیرگذارترین کارآفرینان جهان شناخته میشه و مرزهای فناوری و علم رو جابجا کرده. الان ثروت خالص اون حدوداً 421 میلیارد دلاره که به تومان 210 تریلیون و 500 هزاره که در واقع 15 رقمه. این واقعاً عدد خیلی بزرگیه. اگه ساب نمی کنی احتمالاً این آخرین ویدیویی که از ما میبینی، اما اگه ساب میکنی بهت تبریک میگم، تو هر روز چیزای جدید یاد میگیری. این بود از زندگی نامه ایلان ماسک. امیدوارم لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود.